با سلام خدمت همه شما عزیزان. دکتر نیما ترابی گلسفید هستم، پزشک داروساز و متخصص فارماسیوتیکس. امروز می‌خواستم در رابطه با علائم هشداردهنده سرطان باهاتون صحبت کنم. یکی از علائم هشداردهنده کاهش وزن شدید و ناخواسته است. دوم، خستگی بیش از حد و بدون دلیل. یعنی شما به اندازه کافی استراحت می‌کنید ولی همچنان احساس خستگی و کسالت دارید. سومی، تحرک شبانه است که به صورت متداوم رخ بده براتون. از دست دادن اشتها به یک باره، درد بیدلیل و مداوم در یک نقطه از بدنتون میتونه یکی از علائم باشه. حالت تهوع و استفراغ مکرر، یعنی یک مدت طولانی به این حالت باشید. وجود خون در مدفوع که به مدت طولانی براتون رخ بده و با داروهای مربوط درمان نشه. اسهال و یبوست شدید یکی از علائم سرطان روده میتونه باشه که حتما بایستی بررسی بشه. تب مکرر، تب بیشتر از 3 روز و تا 1 هفته که کنترل نشه. سرفه های شدید مزمن، سرفه های طولانی مدت که با دارو بهبود پیدا نکنه. تغییر رنگ و سایز خال و رنگ پوستتون میتونه یکی از علائم سرطان باشه و بایستی حتما بررسی بشه. زخم های پوستی که بهبود پیدا نکنه، یعنی به مدت طولانی روی بدنتون باشه و بهبود پیدا نکنه با دارو. تغییر سایز گره های لنفاوی بدن چون یکی از علائم باشه. برخی بیبلک های پوستی که بسیار مقاوم به درمان هستن و حتی در برخی موارد باعث میشه زیادتر هم بشه. مشکل در بلع غذا و همچنین نوشیدن آب میتونه یکی از علائمش باشه. افسردگی به همراه درد شکمی، یعنی یک نقطه از شکمتون درد و دلپیچه داشته باشید که به همراهش افسردگی هم باشه، که البته در بسیار نادر این قضیه، ولی خب باز میتونه یکی از علائم نشان دهنده سرطان باشه. تغییرات در سایز سینه خانم ها و نوک سینه و ترشحات غیر طبیعی میتونه یکی از علائم سرطان سینه باشه. توده بدنی و در آقایان درد در بیضه و تورم در اون ناحیه و همچنین سوزش ادرار هنگام ادرار کردن میتونه یکی از مشکلات پروستات باشه. نفخ‌های مکرر و همیشگی کسایی که دارن و با دارو و درمان جواب نمیده میتونه یکی از علائم سرطان باشه، علائم اولیه سرطان و پیشرفت. و احساس درد در شکم و قسمت‌های فوقانی. این علائم نگفته نمونه که تمام این علائم نشان دهنده قطعی برای تشخیص سرطان نیست و میتونه علائم و دلیل‌های مختلف دیگه هم داشته باشه، ولی به طور کلی و طبق تحقیقات انجام شده 90% افراد در حین سرطان و عرضم به حضورتون در مواجهه با این نوع بیماری این علائم رو داشتن و حتما در بروز این علائم به پزشک مراجعه کنید تا هر چه سریعتر پیشگیری و یا درمان براتون انجام بشه. با تشکر از تک تک شما عزیزان، موفق و شاد و پیروز باشید.